این است مردی او. ما حاضر به این موضوع برمیگردیم برادران و خواهران. اول ما سخن‌هایی میشنویم که باید اولا ما نشسته علم آموزیم. بله شیخ، و بعدا چیکار کنیم؟ و بعدا باز نشینید علم آموزید. و بعدا چی کنیم شیخ؟ ما میخواهیم که اصلاح شویم. من میخوام مردم را به سوی اسلام دعوت کنم. نه نشین علم آموز. خوب وقتی از مسجد برآمده به آسمان نگاه کرده میگوییم که غالبیت از آسمان افتیده است. خوب باز نشسته خواندن لازم. من ضد علم آموختن نیستم، اما این حالت بعضا نفران است که تنها نشستن آموختن. بعدن چی؟ باز نشستن آموختن. من ضد آموختن نیستم. من خودم نیز علم می آموزم هر روز. الحمدلله الله علم ما را زیاد کند. اما در اسلام این نیست که تنها نشینی و علم آموزی و در عمل اجرا کنی. من این را از نزد خود نمیگویم، این را قرآن میگوید. وحی اولینه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد کدام بود؟ اقرا. این معناش خواندن است. و بعداً چی آمد؟ برو عملا اجرا کن. و بعداً باز آمد برو عملا اجرا کن. این معنا را دارد که برهز اجرا کن. اما برای اجرای این به ما مردانگی لازم است. اولا ما باید ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه مردانگی داشت. وقتی که او به کوچه ها می رفت از قفایش ابولهب نیز روان می شد و به آدمان سخنهای ناسزا می گفت در حق پیامبر، چگونه که امروز با ما گفته می شود. در کجایی که ما نباشیم واسطه های اخباری عامه ما را سلفی می گویند. خوب پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد؟ وقتی که مشرکان بر او ناسزا میگفتند، باری هم گفته بود واسطه های اخبار عامه. در آن زمان واسطه های اخبار عامه ابولهب بود و دیگر مشرکان که ناسزا میگفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که خوبش من دعوتان وقت میکنم، خوبش من با همان 40 صحابه خودم دوام میتیم، این برایم خوب است. نه، این طور نکرد. او دوام داد دعوت خود را و برایش فرق نبود که با او چی حادثه می شود. و به نزدش عقبه ابن معیط آمد. بسیار از سوی قصد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه انجام میافت. این معیط شکم شتر را به پیامبر صلی الله علیه و سلم پرتافت و بعدا فاطمه رضی الله عنها آمده او را از روی پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفت. و بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم برهست و گفت نام 6 نفر را گرفت که آنها در کجا هلاک شدند؟ در بدر همش آنجا هلاک شدند. یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم در گرد کعبه دور میزد، طواف میکرد و قریشی ها در نزد کعبه نشسته بر او صلی الله علیه و سلم میخندیدند. در یکم دور بر او میخندیدند، در دوم دور بر او میخندیدند، در سوم دور او ایستاد و به آنها نگاه کرد. آنها در تعجب افتادند. او گفت ای قریشی ها، مرا گوش کنید. من برای آن آمدم که شما را قتل کنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش تنها در نزد قریشی ها ایستاده بود. فاطمه رضی الله عنها آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت آنها میخواهد تو را بکشد. و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت کرد و آمد به کعبه. وقتی که مشرکان او را دیدند حیرت زده شدند و چهره‌هایشان تغییر یافت و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شده از زمین کمی خاک گرفته به طرفشان پرتافت و گفت الله شما را بدسیرت کند.
اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب او را حمایت میکرد، همسرش خدیجه رضی الله عنها تا مردن او را یاری میکرد. بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم به شهر طائف رفت. قبیله طائف بر او سنگ میزند که خون مبارکشان به تمام اعضای بدنش جاری میشد. بعدا او برگشت، باز به مکه آمد. بعد همه این مشقت ها او باز میگردد به سوی مکه. زید بن حارث گفت یا رسول الله، چگونه تو میخواهی که باز به مکه برگردی؟ شما تصور کنید او را میخواستند آنجا بکشد. امکش ابو طالب وفات کرده بود، همسرش خدیجه رضی الله عنها وفات کرده بود و در طائف مردم او را قبول نکردند و به همه این نگاه نکرده پیامبر صلی الله علیه و سلم به مکه برگشت. زید بن حارث پرسید یا رسول الله، چگونه تو میخواهی که به مکه درآیی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم با او گفت آ زید، الله برای ما نشان میدهد که چطور از این حالت برآییم. تو حاضر چرا میبینی؟ الله دین خود را نصرت میدهد، پیامبری خود را نصرت میدهد. ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه استادگری میکرد. چرا امروز ما استادگری نمیکنیم؟ ما به کجا رفته ایستاده ایم خودمان نمیدانیم. در یک مسجد گفتند بیایید پیر فاگل را در موعظه امروزه دعوت نمیکنیم که از قفای او دایی مقامات های دهالدار نظارت میکند. نظارت میکند. شما چطور تیار نیستین با کاری که از قفایتان کسی نظارت میکند؟ برادران صحابگان را چقدر عذاب میدادند. بعدا میگن پیر فاگر ناترس است. من ناترسم؟ من چیز انجام ندادم. این هیچ علاقه به مردانگی ندارد. گوش کنید، من نمیخواهم که کسی از قفای من نظارت کند. من میخواهم کسی مرا ناراحت نکند. من میتوانم از پلیس ها خلاص شده در اینجا چی مشکلی است؟ پلیسیا ما میشود حالت هایی که بیایند ساعت 6 سحر زنگی در را زیر کند، گویند ما میتوانیم داخل خانه شویم. یک لحظه انتظار شوید، میدارند چیزا را میگیرند و تو آنها را بعدا باز پس میگیری. برادران صحابگان را پاره پاره میکردند. شما باشید در کوچه های گرمانیا پنهان شده راه میروید. این چی حال است با شما؟ ما در کجا قرار داریم؟ بعدا آنها میگویند ما در زمان اول عصرهای اسلامیم. در عصرهای اول اسلام مگر تو را میزدند؟ سمیه رضی الله عنها را در اول عصرهای اسلام کشتند. مانند کردن زمان ما را به زنان اول عصرهای اسلام. این مثل که شما یک راهروی تنگ را به میدان فوتبال بازی مانند کرده اید. برادران این یک چند مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ما باید در عمل اجرا کنیم. در جنگ هندک 10,000 جنگاور نزد مکه ایستاده بود. صحابگان 3,000 بودند. کمی شبهه کردند اما این ترسانچگی نبود. ترس چند نوع می شود. اول مسئولیتناک بودن نزد الله این ترس است که تو نزد الله کفر و به اعتقادی نکنی. صحابگان کرام از این ترس داشتند، نه از دشمن. و ترس دیگر مثال تو در نزد شیر هستی. این باید خوب است. و ترس دیگر این که خیلی پهن شده است، ترسیدن از کسی که برای تو هیچ لازم نیست. این را ترسانچگی میگویند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی ضد آنها دعا کرد. برادران مردانگی پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر قوی بود. شما به خاطر آرید
تاریخ را وقتی که وصف مردانگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را میکند، برای من بزرگترین حادثه های تاریخ اینهایند در حیات آدمیزاد. جنگ حنین،